سلام به کانال اسمارت راینو خوش اومدین. تو این قسمت میخوایم به حوزه دیفای یا دیسنترال فایننس بپردازیم. دیفای یا دیسنترالایزد فایننس یک فریمورک در واقع اقتصاد دیجیتال آینده است. در حقیقت یک کلان روند اصلی توی سامانه های مالی پولی و اقتصاد دیجیتاله. بر پایه مفاهیم صنعت نسل 4 توسعه پیدا میکنه و به روش‌های بسیار بسیار پیشرفته تو حوزه کسب و کار و اقتصاد دیجیتال میپردازه. از لحاظ ماهیت دو تا ویژگی اصلی داره. یعنی اولین ویژگیش اینه که مشابه خیلی از چارچوبای دیگه یک نوع اقتصاد دیجیتال توزیع شده رو در واقع معرفی میکنه، اما مهمتر از این یک نوع اقتصاد دیجیتال در واقع بدون تمرکز رو و در این حال خودکار رو در بیشتر اوقات سعی میکنه در واقع بر پایه خودکارسازی عمل بکنه. این ویژگی‌های کلی این چارچوبه. یک اسنپ شات از حوزه مالی غیر متمرکز یا همون دیفای به ما میدین؟ بله. ببینید این چارچوب دیفای، حالا من میگم چارچوب به این دلیله که از یه سری مفاهیمی تشکیل شده که کاربر یا اون استفاده کننده رو توی این فریمورک یا توی این مفاهیم سعی میکنه نگه داره و بینش بهش بده از این طریق روی این اقتصاد دیجیتال. روی این خاطر ما میتونیم از اصطلاح فریمورک به این معنا استفاده کنیم. در واقع 3 تا کانسپت یا 3 تا مفهوم اصلی داره این در واقع فریمورک یا دیفای که من سعی میکنم به ترتیب این 3 تا مفهوم رو باز بکنم. اولین مفهوم اینه که روی اسمارت کنترکت ها متمرکزه، یعنی روی قراردادهای هوشمند متمرکزه و این جنبه خودکارسازیشو از این قراردادهای هوشمند میگیره. قراردادی بسته میشه و این قرارداد به صورت خودکار اجرا میشه. این یکی از ویژگی‌های کلیدی اقتصاد دیجیتال آینده است که این دیفای به شدت از این روش حمایت میکنه. دومین خصوصیت یا مفهومش حمایت کردن از پلتفرم‌های موسوم به دکسه، پلتفرم‌هایی که تبادل غیر متمرکز ارائه میکنن، تبادل مالی پولی یا ارزهای دیجیتالی، حالا این به صورت غیر متمرکز رد و بدل میشه و این با توجه به اسمارت کنترکت ها میشه گفتش این و اون رو هم دیگه مکمل هم میشن و در واقع یک تبادل توزیع شده غیر متمرکز در این حال خودکار ارائه میشه. و سومین ویژگیش اینه که یک نوع وامدهی و سرمایه‌گذاری غیر متمرکز ارائه میکنه. این در واقع این مفهوم سوم بسیار نو و جدیده. سابق اینطوری بود که وقتی کسی میخواست قراردادی ببنده، سرمایه گذاری بکنه، خب به هر صورت باید با یک واسطه‌ای میومد این اعتماد سازی رو صورت میداد و اعتبار سنجی میشد. اون طرف مقابلم بعد اینو اعتبار سنجی میکرد. به هر صورت یه روند دشواریه تو حالتهای سنتی، ولی اینجا فقط یه وثیقه گذاشته میشه. این وثیقه کفایت میکنه که وامدهی بشه، سرمایه گذاری بشه و برعکس وامگیری بشه. این رویه با یه نکته خیلی خوبی که داره، وقتی این رویه توی این کار کانسپت اصلی میشه، موجب میشه که روش‌های بسیار بسیار مختلفی در واقع بشه عرضه کرد، بشه نوآوری کرد. و این دیفای یکی از ویژگی‌های بسیار مفیدش اینه که بر اساس این مفاهیم میتونه روش‌های فوق‌العاده جالب رو به صورت نوظهور، به صورت ایناوییشن و نوآور ارائه بکنه. این بازار بر چه معیاری میشه بسنجیم؟ مثلا معیاری هستش برای سنجش اون؟ خب ببینید، این از این مفهوم سنجش کردن شاید بشه گفتش یکی از اصلی ترین خصوصیات این مارکته. مارکت بسیار نو و جدیده، بنابراین
حتما نیاز به یه معیاری داره که اونو بسنجیم با بازارهای دیگه، با مارکت‌های دیگه، اینکه چقدر رشد میکنه، چقدر رشد کرده. معیار خیلی کلیدی که در اینجا وجود داره موسوم به TVL، در واقع توتال ولیو لاک، یعنی یک در واقع ارزش قفل شده توی سیستم، ارزش دارایی هایی که تو سیستم شما یا کاربر میذاره و سیستم بر اساس اون در واقع بازار بر اساس اون ارتزاق میکنه. در تابستان 2020 که این رویه ارائه شد، TVLی که اون زمان ارائه شد حدوداً 1 میلیارد بود. یعنی در واقع برای شروعش 1 بیلیارد بود، 1 بیلیارد بود. برای شروعش هم خیلی جالب، رقم جالبی بود. توی پایان اون سال این TVL رسید به چیزی نزدیک 15.7 بیلیارد دلار که نشون داد این بازار یک بازار بسیار رشد بالنده است، رشد میکنه و مرتب میتونه نیازهای مشتریان رو برآورده بکنه. ما در سالی که هستیم، در همین امسال، الان TVL 100 بیلیارد دلاره. یعنی یک بازاریه که هیچکی نمیتونه انکارش بکنه و فکر میکنم یکی از شرکت هایی که سرمایه گذاری خوبی کرده توی این راستا همین ایلان ماسک مشهوره که TVLی که اونجا ارائه کرده برای شرکت تسلا، به نظرم اگر اشتباه نکنم 1.5 میلیارد دلار اونجا TVL داره. یعنی دارایی‌هاش اونجا ذخیره کرده و حالا شرکت های دیگه هم، حتی چینی ها هم اونجا یک رقم خیلی بالایی رو اونجا در نظر گرفتن و این TVL خوب میتونه این بازار رو در مقابل بازارهای دیگه در واقع مقایسه بکنه. تا اینجا با 3 تا از خصوصیات مهم دیفای و معیار مهم اون آشنا شدیم. داخل ویدیوی بعدی میخوایم ببینیم که چه پروژه‌ای از این حوزه حمایت میکنن. حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. هوشیار باشید.